من با یک هوش مصنوعی ویدیو رو ساختم. بریم آموزشش رو بهت بدم. وارد وبسایت lensgo.ai میشید و اکانت گوگلتون رو به این سایت میدید و عضو این وبسایت میشید. بعد از عضو شدن میاید داخل این قسمت یه جمله راجع به ویدیویی که میخواید مینویسید. بعد همه نکات ریز رو هم رعایت بکنید که ویدیوتون کم و کسری نداشته باشه. و بعد رو گزینه استارتش کلیک میکنید، ویدیو رو بهتون تحویل میده. حالا چرا به صورت انیمه و در این ابعاد؟ شما میتونید بیاید توی این قسمت سمت چپ، حالا مدلش رو تغییر بدید. مثلا میتونید بذارید روی انیمیشن یا روی حالت سه‌بعدی یا سیاه‌سفید و داخل این قسمت هم ابعادش رو تغییر بدید که من گذاشتم روی این ابعاد و میتونید به راحتی ویدیو رو ببینید و با استفاده از این گزینه ویدیو رو دانلود بکنید.